به خدا سلام، من OpenSSL رو میخوام شروع کنم. OpenSSL لایبرری هستش که اصلا کسایی که از لینوکس استفاده میکنن بسیار بهش علاقه‌مند هستن. لایبرری هستش که درون خودش الگوریتم‌های رمزنگاری با طول کلیدهای متفاوت رو جای داده. شما میتونید فایلاتون رو به راحتی اینکریپت دیکریپت بکنید، میتونید سیگنیچر تولید بکنید، میتونید سلف ساین سرتیفیکیت تولید بکنید و کلیه کارهایی که در زمینه PKI هست رو میتونید با استفاده از این لایبرری انجام بدید. همچنین با استفاده از API هایی که این لایبرری در اختیارتون قرار میده میتونید روی ارتباطاتتون و روی برنامه‌هایی که خودتون تولید میکنید راحت دسترسی پیدا کنید بهشون و ازشون استفاده کنید. من در درجه اول قصد دارم یک جفت کلید RSA برای خودم تولید کنم. برای این کار از لایبرری OpenSSL کامند gen RSA رو انتخاب میکنم. اینجا من میتونم یه فلگی بذارم، میتونم هم نذارم. اگر بذارم وقتی که من دارم کلید رو تولید میکنم از من یه پین میگیره. این پین برای چی است؟ در واقع پسورد میذاره روی ارزم به حضور شما که پرایوت کیتون و با استفاده از الگوریتم AES با طول کلید 256 بیت یا مثلا میتونید 392 استفاده کنید یا حتی اصلا مثلا میتونید از تریپل دس استفاده کنید یا اصلا میتونید از هیچ کدوم استفاده کنید. من از هیچ کدوم استفاده نمی‌کنم. کلیدم رو در قالب فایل پم تولید میکنم. اگر بخوام طول کلیدم رو خودم مشخص کنم میتونم به عنوان پارامتر آخر مشخص کنم که من چه طول کلیدی علاقه‌مندم ساخته باشم. مثلا اگر اینجا رو بخوام کلید 4096 بیتی تولید کنم میتونم اینجا مشخصش کنم. اگر مشخص نکنید به صورت دیفالت 2048 بیتی براتون کلید درست کنم که من خب اینجا کلید 4096 بیتی تولید میکنم. اگر ببینم پرایوت کی برام تولید شده میتونم محتویاتش رو نگاه کنم. عمل بعدی که میخوام انجام بدم اینه که پابلیک کی متناظر با این پرایوت کی رو تولید کنم و برای خودم سیوش بکنم. خب باز دوباره از لایبرری OpenSSL RSA رو صدا میزنم، فلگ پاپ آوت و مشخص میکنم اسم فایلی که میخوام داشته باشم که در قالب فایل پم این رو ذخیرش میکنم. خب اینجا هیچ کاری برای من نمیکنه. چرا هیچ کاری برای من نمیکنه؟ به خاطر اینکه این نمیدونه پرایوت کی که لازم دارم خودم هست. پس لازمه که اینجا یک در واقع پرایوت کی رو واسهش مشخص کنم. خب اینجا میبینیم که پابلیک کی من رو برام تولید کرد و اگر ببینم میبینم که این پابلیک کی برای من تولید شده و میتونم محتویات درونش رو نگاه کنم. اگر بخوام اطلاعاتی که در مورد این پابلیک کی برای من به دست میاد رو نگاه کنم، مثلا اکسپریمنت مثلا مدولوسش رو بخوام به دست بیارم، میتونم باز دوباره از همین لایبرری دستور RSA فلگ پاپ این فلگ این کی این فرم فکر میکنم نوع فایلم جوری که باید نمایش داده بشه، فلگ نو آوت برای به دست آوردن محتویات و پابلیک. ببخشید این بعد این فرمش. خیلی خوب اینجا میبینم که دو تا پارامتر برای من برگردونده، در واقع سه تا. یکی طول کلیدم هستش، یکی مدولوسی که دارم، این همونه که از ضرب دو تا عدد پیمانه‌ای که از ضرب دو تا عدد اول تولید میشه و اکسپوننتی که اینجا میتونم داشته باشم. برای بایپاس کردن کلید ها من به این دو تا نیاز دارم.
که در ادامه سعی کنیم روش بایپاس کردن یک کلید رو توضیح بدیم. خیلی خوب، این از این. حالا کاری که من میخوام بکنم اینه که یک پیام میخوام درست بکنم و ساین کنم پیام رو با استفاده از RSA. میخوام پیام رو با استفاده از روشی که توی RSA تو مطرح میشه میخوام پیام رو ساین کنم. پیام درست میکنم، مثلا hello from Bob بذارمش توی فایل message.txt. مسیجم باید تولید شده باشه. بله. خب الان من اگر بخوام، من چند تا کار میخوام روی این فایل انجام بدم. اول از همه میخوام فایلم رو ساین کنم. برای ساین کردن از همین لایبرری OpenSSL با استفاده از دستور دایجست رو احتمالاً باهاش آشنا هستید، توی هش به کار میره. با استفاده از فانکشن SHA-256 میخوام ساینی انجام بدم. همونطوری که اشاره کردم و میدونید ساین با استفاده از پرایویت کی انجام میشه و فایلی که همده یه فایل باینری هستش که من میتونم اسم این فایل بذارم SHA-256 مسیج، یا بهتر بذارم مثلا مسیج.SHA-256 و فایلی که دوست دارم ساین کنم رو براش مشخص کنم که یه سیگنیچر برای من تولید میکنه. این سیگنیچر رو من میتونم اینجا ببینمش، message.SHA-256. منتها این مسیج نمیتونه ترانسفر بشه. دلیلش اینه که یک فایل باینری هستش و این فایل منتقل نمیشه روی کانال. برای اینکه من بتونم این فایل رو منتقل بکنم باید این رو انکدش کنم. همونطور که قبلا توضیح دادم میتونم مثلا با بیس 64 انکدش بکنم و خب این رو منتقل کنم که اگر بخوام در واقع این کار رو انجام بدم توی همین لایبرری OpenSSL در واقع میتونم از دستور بیس 64 استفاده بکنم، فایلی که فایل باینری رو دریافت بکنم و به صورت یک فایل مثلا سیگنیچر این رو، که حتی مثلا میتونه فایل تکستی هم باشه، این رو اکسپورت کنم. اگر ببینم الان دیگه من میتونم این فایل سیگنیچر رو منتقل بکنم. فایل انکد شده معمولی هست، منتها بعدا برای وریفای کردن باز دوباره باید اون طرف که دریافت میکنه از این بیس درش بیاره. در واقع اگر بخوام از این بیس در بیارم، از بیس 64 که قرار باشه در بیارم، باز دوباره با همون OpenSSL میتونم با دستور بیس 64 با فلگ دی این کار رو به راحتی انجام بدم. در واقع سیگنیچر رو بگیرم و به صورت اود فایل باینری که دارم رو بگیرم که میبینید اینجا یه فایل باینری دوباره مساوی با همین فایل باینری هست ایجاد شده و من میتونم مسیجم رو وریفای بکنم. وریفای کردن با استفاده از همین فایل باینری انجام میشه. اگه بخوام وریفیکیشن انجام بدم باز دوباره از لایبرری OpenSSL فقط کافیه که به جای ساین اونجا وریفای بذارم و چون وریفای قراره که با پابلیکی انجام بشه، کلیدی که بهش معرفی میکنم پابلیک، فلگ سیگنیچر رو انتخاب میکنم که بتونم سیگنیچرمو مشخص بکنم که سیگنیچر من هست message.SHA-256 فایلی که امضا شده رو مشخص میکنم message.txt هست و اینجا اگر درست باشه من میگه وریفیکیشن انجام شده و همه چیز درست بود. خیلی خوب. حالا فایلی که تولید کردم رو میخوام با استفاده مثلا از RSA رمزش بکنم. باز دوباره OpenSSL RSA util مثلا میخوام اینکریپت انجام بدم. این کریپتو چون با پابلیکی انجام میدن من کلیدم رو بهش معرفی میکنم و مسیجی که
دارم رو وارد میکنم و مسیجی که قراره اینکریپت شده این مسیج رو اکسپورت کنم. اگه ببینیم الان یه چیزی باید دارم درست شده باشه، نام ENC مسیجی که ببینمش یه فایل باینری باید باشه که این فایل هم باز دوباره میتونم انکود کنم. اگر بخوام فایلم رو دیکریپت بکنم باز دوباره از همین روش استفاده میکنم، منتها به جای کلید پابلیک کلید پرایویت رو میذارم. متنی که میخوام دیکریپت بکنم، متنی که دوست دارم داشته باشم این هستش. اگر نگاه کنم به دک مسیج اینجا برای من تولید شده، یا ببینمش که همون متن اصلی برای من داد. خیلی خوب. مورد بعدی که میخوایم معرفی کنیم تولید یک در واقع سرتیفیکیت هستش. سرتیفیکیت موضوعی که توش مطرح میشه اینه که شما اگر بخواد یک ارتباط امنی داشته باشید و خب بخواید پیام هایی که رد و بدل میکنید از طریق کانال امنی صورت بگیره و اتنتیکیشن داشته باشید توی مسیجاتون، بعد از یک سری سرتیفیکیت استفاده بکنید، احتمالاً میدونید که یک سری سازمان هایی هستن به عنوان CA، اسمشون بهشون میگن CA Certificate Authority، که اینها یک سری استاندارد هایی رو پشت سر گذاشتن، میتونن این عمل رو انجام بدن. در واقع یک عنصری هستن که همه بهشون اعتماد دارن و پابلیکیاشون هم معمولا توی ریپوزیتوری های سیستم هست. پس سریعا اگر که کسی از یک CA استفاده بکنه، سریعا سیستم عامل توی ریپوزیتوریش رو نگاه میکنه، دنبال پابلیکی اون میگرده و سریعا وریفیکیشن رو انجام میده. اینجا ما بعضی مواقع مجبوریم خودمون سرتیفیکیت درست کنیم به این دلیل که این CA ها به هر کسی سرتیفیکیت نمیدن. و خب ما چرا به سرتیفیکیت نیاز داریم؟ مثلا فرض کنید میخوای انتقال امن داشته باشید، یا اصلا نه، تو بعضی از میدل ویر هایی که میخواید شما نصب بکنید ازتون سرتیفیکیت میخواد، میتونید با این روش یه سرتیفیکیت درست کنید، بذاریدش توی ریپوزیتوری سیستم عاملتون و از اون به بعد اون شما رو به صورت یک فرد معتبر میشناسه. عرضم به حضور شما که خب شروع میکنیم این که بخوایم یه دونه سلف ساین سرتیفیکیت بسازیم. خب باز دوباره لایبرری اوپن SSL من یه ریکوست میدم برای یه سرتیفیکیت. باید اینجا سرتیفیکیت که ساخته میشه با کلید خصوصی من پیدا باشه. اگه کلید خصوصی داشته باشم که واردش میکنم، اگه نداشته باشم به جای این نیو میتونم بذارم نیو کی RSA طولش رو مثلا مشخص کنم و بعدن با توجه به این موضوع، به این کلید که اینجا ساخته شده، میتونم سرتیفیکیت هم تولید کنم. ولی چون من الان کلید خودم دارم، در واقع کلیدم رو بهش معرفی میکنم و سرتیفیکیتی میخوام بسازم در واقع با این کلید پیدا میکنم. خب اینجا یه سری پارامترهایی هست که باید بهش رعایت بشه. مثلا یک استانداردی هست X مسلمه که شما باید سرتیفیکیت ها باید روی این استایل ساخته بشن. پس من این فلگ رو مشخص میکنم که استایل رو مشخص کرده باشم، تعداد روزایی که این سرتیفیکیت معتبر هست رو میتونم برای خودم مشخص بکنم با فلگ دیتس. من 365 روز انتخاب میکنم و سرتیفیکیت هم رو میتونم
سیو بکنم، مثلا به صورت یک فایل CSR. اینجا به من میگه که یه پن در واقع یه پس فریز بهم بده، من وارد میکنم. خب حالا اینجا اطلاعات منو ازم میخواد، یه کانتری نیم تو بده، همون چیزی که قبلا توی کریپتول دیدیم، در واقع اطلاعات رو بر اساس این اطلاعات میاد یه فایل باینری تولید میکنه که اون فایل باینری فقط برای من هستش. استیتو اگر که بخوام من مثلا میزنم نمیدونست، مثلا مهم نیست، این هم میزنم x@y.z و میبینم که سرتیفیکیت من برام تولید شده. در واقع این فایل CSR که اینجا هست که اصلا میتونم ببینم به صورت یک فایل قابل دیدن میتونم ببینم که اینجا میتونید دیتیلزش رو ببینید، اکسپایر دیتش رو میتونید ببینید، وریفیکیشن توسط کی وریفای شده، اطلاعاتی که ازتون گرفته اینجا هست، سریال نامبر، هشش، الگوریتمی که استفاده شده، کلیدی که استفاده شده، خب هر چیزی که شما اینجا لازم دارید. حالا موضوع مهمی که وجود داره اینه که اگر شما بخواید سرتیفیکیتتون رو توی OpenSSL ببینید، باز دوباره با ارزم بزرگتون که همون بخشید نباید فلگ بشه، کلن اطلاعات بخواید ببینید و از فلگ نوت استفاده بکنید. سرتیفیکیتتون رو وارد میکنید، cert.csr که اینجا میتونید کلیه اطلاعات رو ببینید. خیلی خوب، این هم از این موردی که وجود داره اینه که شما وقتی میخواید سرتیفیکیتتون رو روی سرورتون قرار بدید، اینکه وریفای بشه، باید پرایویت کیتون رو با سرتیفیکیتتون کامباین کنید توی یک فایل. استاندارد PKCS این امکان رو به شما میده و اتفاقا توی همین OpenSSL هم قابل استفاده است. من از استاندارد PKCS 12 استفاده میکنم که برای این کار هست، اصلا صرفا برای این کار نه، ولی یکی از بزرگترین خدمتاش همینه. پرایویت کیمو مشخص میکنم، سرتیفیکیت که قرار باش کامباین کنم رو مشخص میکنم و فایلی که قراره اکسپورت بشه رو با فلگ اکسپورت اینجا مشخصش میکنم و حالا به عنوان یک فایلی مثلا certificate.pem اکسپورتش کنم. اینجا به من میگه که سرتیفیکیت که شما درست کردی با پرایویت کی که وارد کردی ست نیست. من اینجا میخوام ببینم موردی که وجود داره، من این پرایویت رو گذاشتم ولی سرتیفیکیتی که داشتم و با این یکی پیر کردم. خب پس مشکل نیست. اینجا به جای private.pem هم همین private.key.pem رو میذارم و خب میدونم که پینش رو میزنم و خب میبینم که اینجا یه فایلی باید برای من درست شده باشه، certificate.pem که یه فایل باینری هستش و این رو میتونم توی سرورم سیو کنم و ازش استفاده کنم. اگر بخوام ولیدیت کنم چیزی که درست کردم و باز دوباره با هم دستور PK CS و باز اگر بخوام اطلاعات بگیرم از فلگ نوت استفاده میکنم و از فلگ اینف پسوردی که دارم رو وارد میکنم و اینجا میبینم که میتونم این رو به راحتی ولیدیتش بکنم. خب میخوایم بریم سراغ این که ببینیم آیا یک کلید RSA رو ما چطور میتونیم بایپاس کنیم.
عرضم به حضور شما که بایپاس کردن کلیدهای RSA تا 256 و 512 خب کار مشکلی نیست، یه مدتی طول میکشه تا شما بتونید کلید رو به دست بیارید. اما بعد از اون یک سخت میشه کار. اتکی که میخوره دیگه بروت فورس نیست، در واقع بعد از همون ساید چنل یا اتکای معتبر دیگه ای توی زمین استفاده کنم. اما اگر بخوام این قسمت من یک مورد رو بگم، مثلا اون کلید 256 بیتی استفاده میکنم، اوپن اس اس ال اجازه نمیده کلید 256 بیتی درست کنم. من از یه وبسایتی استفاده میکنم که اینجا به من اجازه میده که پیر 256 بیتی درست کنم. اگر برای من درست کنه و اذیتم نکنه، طبق معمول اوضاع اینترنت زیاد درست نیست، نمیدونم چرا. یک لحظه یه اجازه بدید. خب حالا به هر حال یک سری کاراشو میکنیم تا اینکه بعدا برسیم. من توضیح اون رو همین کلید میدم بعد برسیم به اون موردی که وجود داره. قبلا یه چیزی گفتم، تا از همین لایبرری اوپن اس اس ال شما میتونید بیایید و اطلاعات کلیدتون رو بگیرید. در واقع این کلیدتون رو وارد کنید و اطلاعاتش رو دریافت کنید. خب این یه هگزادسیمال هستش که اینو اول از همه شما باید تبدیلش کنید به یک در واقع اینو رو باید از بینش بردارید. اول من پایتون این کار رو انجام بده. یه استرینگ تعریف میکنم که کار اشتباهی کردم. بعد اول بتونم این استرینگ رو کنار هم قرارش بدم، چون که کار خیلی طولانی هم هست این کار، بس بهتره از این بود بس استفاده نکنم. همین سایت اگر برای من باز بشود من بتونم کلید 256 بیتی تولید بکنم، هرچند که فکر کنم از قبل کلید 256 بیتی برای خودم ذخیره کردم. یک لحظه من خب با مشقت فراوان من تونستم این سایت رو باز کنم و یک کلید 256 بیتی تولید بکنم. این کلید رو من قرارش میدم توی یه فایلی که بتونم اطلاعاتش رو در بیارم. اگر بخوام فایل 256 داشته باشم این کلیک رو میذارم اینجا. نکته مهمی که اینجا هست، من این بالا باید یه سری هدر داشته باشم. هدرم اگه بخوام به دست بیارم میتونم از یکی از کلیدهایی که قبلا تولید کردم ببینم چه شکلیه. لست بگیرم از پابلیکی، اینجا یه بگین RSA کی باید براش بذارم. اینجا اینجا ببخشید پابلیکی، اینجا هم پابلیکی ذخیرهش میکنم به عنوان کلید عمومی. خیلی خوب، بسیار عالی. حالا اینجا این اطلاعات همین کلیدی که ذخیره کردم همون روش که قبلا گفتم به دستش میارم. پم مهم نیست، پمشون نمیذارم، مثلا اینفورمیشن لازم نیست بذارم به خاطر اینکه فایلم پم نیست. نو آت امیدوارم که اشتباه نکرده باشم. بله بسیار عالی. موضوعی که وجود داره اینجا پابلیکی 255 بیتی به وجود اومده. خب این سایت بعضی وقت از این باگا میده، من یکی دیگه تولید میکنم ان شاءالله که این 256 بیتی
ریپلیس بکنم با این ببینیم که ایشالله این یکی ای باب بعضا چند باری باید اینو تست کرد چیز درست درمون بده. امیدوارم که این بار دیگه اذیت نکنه. بله خیلی خوب. میبینید که یه آدرس 256 بیتی دارم، این مدول 3 رو دارم و با این اکسپاند. خیلی خوب. حالا من این مدول 3 رو برمیدارم. علاقه‌مندم که ارزم با اصول شما که فاکتورای این پیمانه رو به دست بیارم. در واقع این همون اینی هستش که از ضرب دو تا عدد اول بزرگ به وجود میاد. خب من برای این کار از پایتون استفاده میکنم. برای این که بتونم اول فرمت اینو درست بکنم یه دونه استرینگ تعریف میکنم. من اینو سیو کردم نکردم. خب مهندسی میزنم اصلا پشت سر همینجا اینجا. کاری که میخوام بکنم اینه که این نقل قوله بینشون رو بردارم که بتونم اینو به تبدیل بکنم به دسیمال. خب استرینگ همو تعریف میکنم با استفاده از تابع ریپلیس توی پایتون. میام هرچی از اینا میبینم ریپلیس میکنم با فضای خالی. چیزی که بهم میده اینه اینو الان علاقه دارم که تبدیل کنم به دسیمال. موردی که وجود داره من باید این لاور کیس رو به آپر کیس تبدیل کنم. خب من میتونم با استفاده از این کامندی که توی لینوکس هست این عمل رو انجام بدم. در واقع میذارم از روتیار استفاده میکنم. در واقع از لاور میخوام آپر برم. ببخشید خب که این صورت آپر کیس به من میده. حالا با استفاده از لایبرری بی سی میتونم اینو به دسیمال تبدیلش کنم. خیلی خوب دسیمال این الان به دست الان چیزی که من باید فاکتور بکنم این عدد هست. خب این عدد رو من سیوش میکنم به جایی، مثلا میام اکو بخشید یه دونه فایل درست کنم اسمش رو بذارم n.txt روی اونجا ذخیره میکنم عدد رو. من میخوام عمل فاکتور کردن این قسمت رو انجام. برای فاکتور کردن این قسمت از نرم افزاری توی ویندوز میخوام استفاده کنم به نام یافو. چیزی که من شیر کردم در واقع اینجا توی این بود که من الان بهش دسترسی پیدا میکنم. یافو رو نصبش میکنم. شما میتونید یافو رو خیلی راحت هم از گیت هاب دانلود کنید، هم از سایت خودش، و با استفاده از کامندی که استفاده میکنم میتونم عدد رو فاکتور کنم. خب من چون آرکیتکچر سی پی ام 64 بیتی هست 64 یافو رو انتخاب میکنم. با استفاده از تابع فاکتور میام این عدد رو براش تعریف میکنم. ببخشید من نظر فکر میکنم فهمم باید این شکلی باشه که این شروع میکنه به فاکتور کردن عدد شما. بتونه فاکتورهای
این عدد رو به دست بیاره. کلید 256 بیتی تقریبا حدود 50 ثانیه طول میکشه اگر خیلی مشغول نباشه سیستمتون، که فکر کنم سیستم من الان خیلی مشغوله، صداش در اومده قشنگ. و خب فاکتورها رو بهتون میدم. یا فاکتورها رو ذخیره بکنم میتونم با استفاده مثلا از همون کریپ تول، جایی که RSA دیمونستریشنی که بهتون نشون دادم، میتونید دی رو به دست بیارید، توی یک فایل استاندارد برای اوپن SSL قرار بدید و کلیدتون رو به راحتی بایپاس کنید. ببینیم فاکتور میکنه برای ما این عدد رو یا نه. کماکان داره تلاش میکنه. این اتفاق خیلی زودتر میفته، در واقع همون در حد شاید مثلا 50 ثانیه. منتها سیستم الان یک مقداری سر شلوغه و خب احساس کنم زیاد توان پردازشی که باید استفاده کنن رو استفاده نمیکنه. این رو نگه میدارم تا خب من یه مقداری کورای VMware هم اضافه کردم، رمم یکم بیشتر کردم، بالاخره جواب. خب همونطوری که میدونید اینجا 2 تا فاکتور به شما داده برای این عدد که باید 2 تا هم میداد دیگه، جفتشون هم اول باید باشن. این 2 تا رو اگر ذخیره کنید به عنوان P و Q توی کریپ تول ازش استفاده کنید، اصلا میتونیم همین الان استفاده کنیم. ارزم حضورتون کجا بود؟ اینجا. اینجا من میتونم این 2 تا رو قرار بدم. ببخشید اینجا میتونم اینجا این یه عدد، این عدد دوم که میبینید اینجا دی واسه شما مشخص کرده، کاملا واسه شما دی رو مشخص کرده. خب حتی اینجا میتونید همون مسیجی که شما رمز کردید از قبل رو بذارید و با همین دیکریپت کنید ببینید یکی در میاد یا نه، که اینا رو میذارم به عهده خودتون، برای خاصی نیست. امیدوارم که مفید بوده و باشه براتون این ویدیو. موفق باشید. خدا نگهدارتون.